سلام به دوستای خوب خودم. امروز 2 حکایت از کتاب مصیبتنامه فریدالدین عطار نیشابوری براتون تعریف میکنم که اولی به نام دزد اعدامی هست. از مصیبت ساختم هنگام من، نام آن کردم مصیبت نامه من. چون که هر بیتی که می بنگاشتم، بر سر آن ماتمی می داشتم. بدین ترتیب نام کتاب مصیبت نامه شد. در روزگاران قدیم دزدی بود که در کار خودش مهارت زیادی داشت که اصطلاحاً شاه دزد بود و در کار خودش بسیار کامل بود و راه توبه رو نمی شناخت. این دزد رو روزی دستگیر کردند و حاکم دستور به دار زدن او داد. شیخ شبلی همراه یاران خودش از پای دار می‌گذشت که چشمش به اون دزد افتاد و ناگهان احوالش تغییر کرد. یاران شبلی که دیدن وی گریه کنان سر و صورت دزد رو بوسه میزنه، متعجب و شگفت زده از کارش بودن. پرسیدن ای شیخ، برای چه این کار را کردی؟ شیخ پاسخ داد رازی در کار او وجود دارد و آن اینکه هرچند این دزد جاهل و غافل از کار زشت خویش بود، اما چون در همان باطل خویش به تمامی گام نهاد تا جان خود را از دست داد، عمل او بهتر از منافقین نیست که با چهره‌های مسلمان نما و زاهدانه خون خلق را می‌مکند و دزدی می‌کنند، اما صورتی از خویشتن می‌سازند که کسی آنها را نمی‌شناسد. بود دزدی بسیار کرد تا خلیفش عاقبت بردار کرد. می‌گذشت آن جایگه شبلی مگر، چشمش افتاد به آن زیر و زبر. اشک در چشمش ز کار او دوید، نعره‌ای زد پیش دار او دوید. بوسه‌ای بر پای او داد و برفت، پیش او دستار بنهاد و برفت. سر این پرسید از او سائلی، گفت او بوده است به دزدی کاملی. از کمال او دزدی بسیار کرد، تا که جان را در سر این کار کرد. هر که او در کار خود باشد تمام، جان خود در کار بازد و سلام. دوستان عزیز، حکایت دوم به نام دختر پادشاه و عاشق. پادشاهی دختری داشت که همه دنیا در برابرش هیچ بود. همه مردان شهر شیفته اون بودند، ولی دختر کسی رو نمیپذیرفت. تا اینکه یک روز جوانی دلداده پیدا شد و نتونست آروم بگیره. از میان جمعیت خودش رو به دختر رسوند و صادقانه عشقش رو ابراز کرد که اگر به وصال تو نرسم از قصه جان خواهم داد. دختر گفت اگر میخواهی به من برسی باید در یک امتحانی سخت پیروز بشی. و پسر گفت هر چی باشه قبول میکنم. دختر گفت یک کیسه پر از ارزن در راه بریز و بعد با یک سوزن دونه به دونه اونها رو از خاک جمع کن. هر وقت تونستی اون کیسه رو با ارزنها که روی زمین ریخته شده پر کنی، به وصال من میرسی. مرد عاشق سالها با یک سوزن دونه های ارزن رو جمع میکنه و سالها در سختی و مشقت کوشید تا اینکه بالاخره تونست کیسه رو با ارزنهای روی زمین پر کنه. عاقبت دختر وقتی که دید شرط محالش انجام شده، پسر رو پذیرفت و با پسر ازدواج کرد. عطار میخواد بگه عشق راستین صبر و رنج و تلاش بسیار میطلبه. دوستان عزیز، حکایت ما به پایان رسید. شب و روزتون خوش.